سلام سحرم. امروز میخوام این طراحی زیبا ترکیبی از کروم و طراحی مخملی رو بهتون آموزش بدم. اولین کاری که میکنیم باید بیس مشکیمون رو بزنیم، به خاطر پایه زیر کروممون هستش. کافیه یک دور بزنیم، ولی یک دور با کاور قوی بزنین. بعد از اینکه کامل خوش شد میریم سراغ زدن تاپ شاینش. دقت داشته باشین که کامل کل سطح خیلی تمیز تاپ بزنین، چون اگه تاپتون خراب بشه باعث میشه که کروم تمیزی نخواهین داشت. میریم سراغ اجرای کروم که میتونیم با قلم سیلیکونی خیلی راحت کروم رو روی سطح کارتون به همین قشنگی بخوابونین و یه حالت آینه‌ای بشه. انتخاب کروم کاملا سلیقه‌ایه. من اینجا ترجیح دادم که از کروم طلایی استفاده کنم. شما از هر رنگی میتونین برای اجراش استفاده کنین. بعد از اینکه کرومتون رو به صورت مالشی زدین میریم برای اجرای تاپ. همونجور که تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم حتما باید از چرتکه تاپ دیگه‌ای واسه پخش تاپ روی کروم و یا حالا روی هر تکنیک دیزاینی که توش ذراتی مثل کروم داره، چون باعث خراب شدن تاپ شاینتون میشه. پس از یه چرتکه دیگه برای پخشش استفاده کردم، گذاشتم دستگاه خوش شد. میرم برای اجرای طرح مخملیم. کاملا سلیقه‌ای. انتخاب رنگتون، مدل تکنیک و حتی خطوطی که اجرا میکنین کاملا سلیقه‌ای هستش. حالا من به نوبه خودم با توجه به ناخون یا همون پالتی که دارم میام براش یه دیزاین خیلی کوچولو در نظر میگیرم. توی این دیزاین من از 2 تا رنگ استفاده کردم، یه رنگ نود و یه رنگ تیره توی همون توناژ رنگی که به نظرم خیلی اینجوری جذاب ترش میکنه. حالا شما میتونین این طراحی رو با هر توناژ رنگی اجراش کنین که بسیار خوشگل میشه. بعد اینکه طرحتون رو کامل کردین و کاملا طرح کاور شد، قبل از اینکه بره داخل دستگاه روش پودر کلیر میریزیم یا همون پودر شیشه یا بیرنگ که حالا داخل میتونین مثلا به جاش از شوگر استفاده کنین. شوگر هم نتیجه قشنگی میده، ولی خب من اینجا از پودر کلیر استفاده میکنم. پس حتما حواستون باشه که طرح که اجرا شد توی دستگاه نمیره. با استفاده از پودر کلیر خیلی آروم روی طرحمون میریزیم به این صورت. سعی کنین که تمام